روز 29 ایول آسیا زلفانова بعد از 40 روز تبابت خبرنگاران رادیویی آزادی را با تبسم پیشواز گرفت. آسیا 6 ساله از جانب 3 نورس در حدود باغ ملی آتش زده شد که 65% بدنش سوخته بود. آسیا زلفانова بعد 40 روز به پا خیست. والدان این کودک میگویند امیدشان برای صحت شدن آسیا از نو بیدار می شود. آسیا امید هم نداشتیم، باوری هم نداشتیم. من وقتی که چخیل میبینید حتی روز کردن دختر رو با پا روز کردن ایستاد. خدا شکر ساز. روز 19 ایون که آسیا را در حالت بیهوشی به بیمارخانه آوردند، طبیبان در 65% بدن او آثار سوختار را به قید گرفتند. قضیه آتش زدن آسیای خردسال بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. آسیا 7 جراحی را پس سر کرد و حالا به گفته طبیبان وضعش خوب می باشد. وضع سلامتی آسیا معتدل است. خدا با شکر رو به بهبودی است. آسیا خودش میشیند. حاضر نصیب باشد ما نیت راه گردون کردن آسیا داریم. مشق کردیم. خطرهای جدی که با سلامتیش یگان خطر داشت انشالله پس سر کردیم. خود رئیس جمهور امامعلی رحمان از آتش زدن آسیا نگرانی کرد. برای تبابت آسیا یک جراح مشهور آلمانی دعوت شده بود. طبیبان میگویند آسیا اکنون با کمک روانی احتیاج دارد. ما امروز به نهایت خرسند هستیم که آسیا جان ما شفا یافته ایستاده است. با دستگیری دکتران در آینده کوشش کردیم که باز هم از طرف فاند دستگیری کرده شود و نصیب باشد از همین روز عبارت سر کرده با روانشناس همکاری میکنیم، کار میکنیم تا با آسیا صحبت کنند. مقامات 3 نورسی از 9 تا 13 ساله را در آتش زدن آسیا متهم میکنند و تحقیق قضیه از سوی دادستانی ناحیه سینا ادامه دارد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.